دولت عرب چگونه معامله نسبت زنها وجود داشت؟ از همه بدبختتر، از همه زیشتر، از همه در بدتر تاریخ دوره جاهلیت عرب هاست. در عرب چگونه ای که ذکر کردیم چه تاریخ بدبختانه ای داشتن، چه تاریخ ناخوبی داشتن، چه زمانی بینهایت بد را از سر خود سپری کردند. از همه بدبختیش در همین است. من همگی دو اعمال بدی آنها را برای شما یادآور می شوم که زنها در زمان پیش از اسلام در عربستان، در مکانی که پیغمبر خدا تولد شدند، چگونه معامله میکردند. یکم، خدا در قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به إلا أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العظیم. خداوند از زمان جاهلیت عرب یادآور می شود به ما و شما. خداوند می گوید هر وقتایی که به اینها مژده تولد دختر داده می شد، یعنی می گفتن که ای برادر در خانه تو دختر تولد شد، اذا بشر احدهم بالانثى، انثى گفته همون دختر می گوید. خدا می گوید وقتی که به اینها خبر داده می شد که در خانه تو دختر تولد شد، ظل وجهه مسودا، خدا می گوید در حال چهره این مرد سیاه می شد و هو کظیم، و چنان غضبناک می شد، چنان غضبناک می شد و چنان چهره وی سیاه می شد از شنیدن مژده‌ای که در خانه تو دختر تولد شد. یتورا من القوم من سوء ما بشر به. خدا چی می گوید؟ می گوید که این مرد وقتی که در خانه اش دختر که تولد می شد، در حال از قوم رو می گردانید، پشت می گردانید. در بین مردها دیگر خودم مرد گفتن نمی توانست، از ننگ و از ناموس و از این کاری که در خانه او پیدا شده است. ایمسکه علی هون، خدا در دوام آیت میگوید او یدسه فی التراب. خدا میگوید که این مرد در خیال خود چی میگذرانید؟ میگفت که یا با این ننگ یا با این بی‌قدری در بین مردم روز میگذرانم، او یدسه فی التراب، یا اینکه این دختر باید من زنده به زنده باید در گور جا کنم. الا ساء ما یحکمون. خداوند چی میگوید؟ میگوید چه حکمی ناخوبی کردن، چه حکمی زیشتی را در بین خود روا دیدن این مردم عرب. الا ساء ما یحکمون. این آیت دلالت بر این میکند که دوره های جاهلیت عرب پیش از آمدن پیغمبر خدا نسبت زنها این معامله را روا می دیدن که اول با پیدا شدن دختر، با تولد شدن دختر در خانه چی غم و دقت، چی مصیبت در اون خاندان پیدا می شد و این مرد به نهایت به قدرترین مرد در بین همه مردها به شمار می رفت و باید که چیکار می کرد؟ باید که این دختر را می گرفت، چه در حالت نوتولدی یا اگر
کمی او را تربیه میکرد، به 3 ساله و 4 ساله میرسانید، برده یا در چاه میپرتافت یا در گور و زنده به زنده گور میکرد. این خداوند در قرآن برای ما و شما حکایت کرده ایستاده است. از این خاطر هم اگر نظر کنیم در سوره تکویر پاره 30 از قرآن آیت 8 و 9 از او خدا چی میگوید؟ و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت. خداوند در روز قیامت از این ظالم ها، از این بدبختانی که در دوره جاهلیت فرزندهای خود زنده به زنده برده در گورها جا کردن، از اینها نه. خدا میگه و اذا الموعودة سئلت، من از این طفل میپرسم، از این طفلی که 3 سال و 4 سال، یعنی وقتی که وی یک دوسترویک است، وقتی که وی محتاج نوازش است، محتاج دوستی است، در همین زمان وقتی که او را برده زنده به زنده این عربهای جاهل وقتی در گور جا کردن، من از اینها میپرسم. چی میپرسم؟ به ای ذنب قتلت. ای دخترک، این پدر ظالمی تو برای چی تو را قتل کرد؟ من همین سوال از این کودک ها، از این جوان دخترها پرسان میکنم. قیس ابن عاصم در تفسیر ابن کثیر در همین آیه و اذا الموعودة سئلت در تفسیر همین چی میگوید؟ میگوید من بار نزد پیغمبر آمدم، بار نزد پیغمبر آمدم و به او شکایت کردم، ای پیغمبری خدا، من قیس ابن عاصم هستم، من به اسلام مشرف شدم، لکن در دوره جاهلیت 13 دختری خود را به دست خود در گور زنده به زنده جا کردم. ای پیغمبری خدا، حکم اسلام بالای من چی هست؟ پیغمبری خدا گفتن، رفته گفت چند غلام آزاد کن، در هر سر این دختری که تو زنده به زنده گراندی، در سر هر کدام این یک غلام را آزاد کن. قیس ابن عاصم گشته گفتن پیغمبری خدا، من اشتری زیاد دارم. رسول اکرم گفتن مادام اشتری زیاد داشته باشی، سر هر یک فرزندی که تو به قتل رسانیدی قربانی کن. و خداوند به حرمت این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله که تو اظهار کردی، خداوند گناههای جاهلیت تو را میبخشد. سعسعه هم که در تفهیم القرآن ابو اعلای مودودی در تفسیر همین سوره، در تفسیر همین آیت که پدر یکی از شاعرهای خیلی مشهور عرب بود، سعسعه، نزد پیغمبر آمدم و گفتم ای پیغمبری خدا، من در دوره های جاهلیت نگذاشتم که 360 دختر محله ما را زنده به زنده برده در گور جا کنن. وقتی پدر و مادر او اراده میکردن که این دختر را برده در گور زنده به زنده جا کنن، من از جانب هر فرزندی اونها 2 اشتر میدادم تا که اون دختر را به وایه برسانند. پیغمبری خدا، آیا اجر من، ثواب من چی هست؟ پیغمبر گفتن همین اسلامی که تو مشرف شدی، انا همین اجری همان دوره جاهلیتی تو هست. همین اجر همونی است که تو این 360 دختر در سبب شدی و اونها را زنده به زنده در گور جا نکرده.